در ولایت سوخت دوری سیومی آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است آغاز گردید. در مراسم رسمی آغاز دوری سیوم معاون وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان، معاون رئیس ولایت سوخت، هیئت حکمان و پدر و مادران شرکت ورزیده ابراز داشتند که آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است یکی از اقدام‌های بی‌نظیر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده امکان داد که هزاران نفر نورسان و جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون اشعار، ایجادات و تالیفات شاعران و نویسندگان وطنی و خارجی را مطالعه کرده جهان معنوی خود را باز هم غنی گردانند. من زیاده از 2000 مصرع شعرهای بچگانه، غزلها از ادبیات کلاسیک تاجیک، شعرها از ادبیات معاصر تاجیک، یک داستان زیاده از 100 چیستان، زیاده از 100 ضرب المثل و مقالها، زیاده از 100 تیزگویک، 50 افسانه، 50 لطیفه، 50 حکایه از یاد نمودم. امسال در دوره سیوم آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است 1114 نفر از روی 4 نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان و آثار شفاهی، ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر تاجیک و ادبیات جهان دانش و مهارت خود را به هیئت حکمان معرفی می‌نمایند. برای برگزار نمودن دوره سیوم آزمون مذکور در کتابخانه ولایت عمومی به نام تاشخوجه اسیری شرایط مساعد فراهم آورده شده است. حکمان دانش و ملکه هر نفر را سنجیده از بین آنها بهترین ها را برای اشتراک در دور چهارم انتخاب میکنند. تمام قشرهای بخش‌های جامعه درک کردند که یگانه راهی که انسانیت را به درخشانی، به روشن فکر، اندیشه، به زندگی پر از سعادت میرساند این خواندن کتاب است، خواندن کتاب است، خواندن کتاب است. من سال دوم است که در آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است از روی نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان با آثار شفاهی اشتراک نموده ایستادم. من زیاده از 1000 مصرع شعر و چیستان و افسانه ها از یاد نمودم. باوری دارم که در این آزمون جای یکم را اشغال میکنم. برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است به وسیله نمودن جهانبینی، آگاهی از تاریخ و تمدن و درست به راه ماندن معاشرت و مناسبت اهل جامعه روانه شده است. این سال بار اول در این آزمون یک نویگری وارد کرده شد که برای هر یک نامیناسیون تالاری الهیدی نمایشی تأسیس یافت و استادان، پدر و مادران، هر کسی که مخلصی داوطلب است رفتی بر جواب شاگردش، فرزندش را به واسطه تماشا میکند. باور میکنیم که این عامل هم برای شفافیت آزمون مساعدت خواهد کرد. برگزاری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است دوام 7 سال آخر اثبات کرد آن سرچشمه بزرگ معنویات بوده ادراک و معنویات ملت را تقویت میبخشد. زیرا با اعلان گردیدن آزمون نه تنها توجه اهل علم و ادب، مکتب بچگان و دانشجویان به مطالعه کتاب بیشتر گردیده است، بلکه آن تکانی جدی برای به کتاب روی آوردن قشرهای دیگری جامعه